إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، هم قوم های محترم، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند رب العزه سربلندی دنیا و آخرت شما را مسئله دارم و پیروزی و عزت اسلام عزیز مسئله دارم. از بس که امروز روز 24 ماه رجب است، روز دوشنبه روز 27 می آید که به قول اکثر محققین و دانشمندان اسلام شب معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شب 27 رجب درست می آید. اگر ما در این هفته در موضوع معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبت نکنیم، الکی جمعه دیگر می گذرد. از همین خاطر اگر چنده که ما به شما وعده کردیم که صحبتی را که هفته گذشته به اتمام نرسانده قطع کرده بدیم ادامه میدهیم، اما از بس که روز استثناست، معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم از او وقایع بزرگ است که خداوند از میان تمام پیغمبران فقط به حبیب خویش محمد صلی الله علیه و سلم آن را عطا فرموده است. از این خاطر ما جایز نمی شماریم که در روزهای معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دیگر موضوع صحبت شود. از این خاطر مختصرا کوتاهک یک بار دیگر به خاطر شما سعادت سربلندی امت اسلام را به شرافت عروج پیامبر محبوب شان محمد صلی الله علیه و سلم از 7 آسمان و رسیدنش به عرش اعلی و مورد قبول و پذیرایی پروردگار قبول یافتنش و مهمان خداوند بزرگوار شدنش را نزد شما انشاءالله بیان خواهیم کرد. مختصرا واقعا درباره معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما زیاد شنیده ایم، اما بسیاری چیزایی که ما میشنویم از اخبار و قصه هایی هستند که اونقدر اصل شرعی ندارند، یعنی با احادیث و با آیات قرآنی تقویت نیافتند. از این خاطر میخواهم امروز با شما حدیثی را که متفق علیه است، بخاری و مسلم آن را روایت کرده اند، در صحیحین به سمع شما برسانم. راستی در صحیح بخاری و صحیح مسلم بابهای مخصوص است با نام باب المعراج، باب معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم. من در ابتدا معراج براتون شرح بدم که معراج یعنی چی، تا اینکه وقتی که صحبت می رود در مورد صحبت بدانیم که سخن درباره چی می رود. معراج کلمه عربی است از باب عرج یعرج. معراج اصلا اسم آلت است. در زبان عربی وقتی که یک آلت را اسمش میخواهم بگیرن به همین وزنی مفعال یا مفعل میزنن. مثلا وقتی که آلت کوبیدن یاد کنن مطرق یا مطرقش میگن، بلقه. یا که مثلا یک اسباب بد با نام مدیاتر، گیتار میزنن با او، رباب میزنن بعضی ها. همون را ببینید در ما مزراب میگفتن، مزراب از همین باب است، یعنی که آلت ضربه زنی. معراج هم اسم آلت است.
بسیاری از محققان لغت نویسا شارحای لغت قاموس میگویند اصلا معراج سلم است، یعنی که زینه پایه که توسط آن از پایین به بالا شخص می رود. چرا میگن معراج نبی؟ زیرا محمد صلی الله علیه و سلم از زمین تا به عرش اعلی راه یافت، بالا شد، عروج کرد. از همین خاطر این شب با نام شب معراج یاد می شود. در قرآن خداوند اسراش گفته است، شب اسرا. در سوره هست با نام اسرا، سوره اسرا در قرآن که اول آیت شروع می شود استعیذ بالله سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الآیه منزه و پاک از پروردگاری که از برای بنده خیش، از برای حبیب خیش میسر گرداند در یک شب سفری مسجد الحرام، یعنی سفر مکه تا بیت المقدس تا مسجد اقصی را. بعضی از محققان میگن که سفر رسول الله صلی الله علیه و سلم از حرم از مکه تا بیت المقدس اسرا نامیده می شود و سفر بعدیش که از بیت المقدس به سوی عرش اعلی بود او با نام معراج یاد می شود. اصلا خود کلمه اسرا در زبان عربی حرکت شب، سفر شب میگن. از بس که زمانهای پیش تجارت همه مربوط به کاروان ها بود، کاروان های سفر، و در تابستان از بس که گرمی به نهایت زیاد است کوشش میکردن کاروان ها به شب روند. همه حرکت شبانه شتر و کاروان را اسرا میگفتن، با نام اسرا یاد میکردن. پس هر کسی که به شب حرکت کنه همون حرکتی او را با نام حرکت اسرا یاد میکنن. خوب اکنون میایم سری مقصد، سری حدیثی که حضرت انس ابن مالک و مالک ابن سعسعه دو صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم از زبان آن حضرت برای ما و شما بیان کردند. حضرت میفرماید بینما انا فی الحتیم و ربما قال فی الحجر مستجعا اذ آتانی آتی. هنگامی که میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم من در حتیم خوابیده بودم، در روایت اومده است که در داخل کعبه، در داخل بیت الله خوابیده بودم. ناخواست کسی نزدم آمد، ولی بعدتر انشاءالله براتو شرح میدهیم که او آینده جبرئیل امین علیه السلام است. در اخبار اومده است مثلا وقتی ما تاریخ ها را میخونیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تاریخ ها نوشته شده است که در شعب ابی طالب، در خانه ام هانی دختر ابی طالب خواهر حضرت علی سکونت داشت، شب همونجا خواب میکرد. اما در حدیث مبینه اومده است که پیغمبر میگه من در حتیم بودم. حتیم در پهلوی کعبه اگر دیده باشه یک نیم دایره است. یک زمان حتیم از کعبه بود، اما بعدتر وقتی که قریش از سر نو کعبه را ساختن، از بس که دیگه پولشو کفایت نکرد حتیم از کعبه خارج کردن از خانه. یک نیم دایره هست. الحمدلله که امروز میسر گشته است، اما آنتنای پارابولیکی همه امکانیت داریم. برنامه های سعودی برنامه یک دش تماشا میکنیم، در یک روز 5 نماز نشون میتن. من انشالله امید دارم که همه شما تماشا کرده دیده باشید که خانه کعبه چی نوع است، حتیمی که در پهلوش است چی رقم است. در روایت دیگر اومده است که در حجر بود، یعنی در داخل بیت. چرا بین سخن کتاب های تاریخ و حدیثی که از بخاری و مسلم روایت میکنیم اختلاف است؟ اختلاف نیست در اینجا. علامه بدرالدین عینی در عمدة القاری شرح صحیح بخاری بیان میکند که میگه در اینجا یگان اختلاف نیست.
مثلا اون چیزی را که معرخ واقدی نوشته است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در شعب ابی طالب بود، هیچ اشکال نداره، زیرا شبانه حضرت در شعب ابو طالب در خانه ام هانی دختر عمکش خوابیده است. از اوجا حضرت در حالت خوابش برداشتن آوردن به حتیم یا به خانه کعبه، به داخل کعبه، و در اوجا سینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جراحی کردن، شرح کردن، باز کردن. از همین خاطر پیغمبر حدیث از خانه ام هانی شروع نکرد، بلکه از مسجد حرم یعنی از کعبه شروع کرد. ناخست میگه کسی آمد، یعنی یک حالت بیدوری پیغمبر است، الکی بیدور شده بود. فقد و سمعته یقول فشق ما بین هذه الی هذه. میگه همون شخصی که در اومده بود، من به پشت همی خیلی خواب بدم بیدور. از حضرت انس ابن مالک شرح میده که من صغرت نحره الی شعرته، از همه سوراخی که در گردن هر کدام ما و شما هست، اینجا یک سوراخیچه هست، از همه جا میگه تا جایی که موی زیر زنخ میبروید تا ناف چاک کرد. میگه نگاه دارو، میگه سینه ما چاک کرد. فاستخرج قلبی، سینه را از داخل سینه دیل برو ورد، میگه خارج کرد. فاوتیت بتست من ذهب مملوءت ایمانا، یک تغوره آوردن میگه از طلا به تغوره، و در تغوره مولامول از ایمان بود. ایمان چرا تغوره از طلا است؟ زیرا که ما و شما میدونیم خوب که طلا زنگ نمیزنه. در اون زمان حالی این کاسه و طبقهای سیرناک نبرمده بود، امالی را و نیپسوده نبود، اما این طلا بخت چیزا نمیگیره، زنگ نمیگیره، از این خاطر میکروب در او کم میشینه. از همین خاطر است اگر کسی سوال کنه که آخه طلا استفاده اسباب انجام طلایی برای امت محمد صلی الله علیه و سلم حرام است، پس چرا یک تشت طلایی آوردن نزدش؟ عالمات دو جواب گفتیان. یکیش این در زمانی بود که هنوز طلا حرام نگشته بود برای امت محمد صلی الله علیه و سلم استفادهش اسباب انجام طلایی از قبیل طبق، کاسه و قاشق و امثال اینا. اما جواب دیگه مش که بهتر است آن است که طلا از برای امت محمد، زر زیور برای مردها و آلات انجام خانواده از قبیل کاسه و مثلا قاشق و ویلکه و دیگر از برای جمیع امت در دنیا حرام است، استفادهش در دنیا حرام است. اما مثلا در حدیث های صحیح اومده است که اهل جنت در اسباب های طلایی طعامشو میارن، در آخرت حلال است، درست است استفاده بردنش. سفر معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم از امور دنیوی نیست، این از کار دنیوی نیست. امروز ببینه در عصر 21 مردم سرعت های فوق مثلا صدا استحصال میکنن، راکت هایی که از صدا، از سرعت صدا تیزتر پرواز میکنن اختراع کردن، اما تا به هنوز ما عاجز هستیم، حالی همه آسمان دنیای خودمون در نیافتیم. این 7 آسمان خداوند خودش میدونه که چه مقدار است. آیا میشه و در این دنیای 7 آسمان عبور کنی، سپری شوی و به عرش اعلا برسی؟ از همین خاطر این از امور اخروی است، این کاری آخرت است. پس از امور اخروی که هست استفاده و استعمال اشیای طلایی حلال است، درست است. ببینید میگم مولامول از ایمان بود پیغمبر.
شاید بعضی ما عقلمونه گیرد که ایمان یعنی چی؟ ایمان چی شکل داره؟ ایمان چی صورت داره؟ ایمان معنا است، ما معناش هم میدونیم، یعنی اعتقاد باوری. آیا ایمان هم میشه بگیم که دریا چی مثل آب پرش کردیم گرفتیم بردیم؟ اینا علما تجسیم معنا میگن، یعنی وقتی که معنا را جسم میبخشی، یعنی تمثیل وقتی میزنی. مثلا در روایت حدیث ها اومده است که فردا روز قیامت، این سخنهای صحیح از پیغمبر روایت شده است، مرگ، مردن به صورت یک کبش سمین، یک قشقار فربه تازه آورده می شود و در بین جنت و دوزخ کشته می شود و ندا کرده می شود یا اهل الجنه خلد لا موت. ای اهل جنت میگن من بعد حیات جاویدانی است، مرگ نیست، تمام مرگ از بین برداشته شد. و با اهل دوزخ هم مراجعت می شود که ای اهل دوزخ، من بعد علم عذاب شما که جاویدانی است، مرگ نیست، مرگ نیست که دیگه جان تو خلاص شود. و همون قشقار در بین جنت و دوزخ کشته می شود، ذبح کرده می شود. اینا که ما و شما چقدر تصور میکنیم که مرگ به صورت قشقار باشه. مرگ ببینه یک معنا است. مرگ یعنی فرارسیدن اجل. همین خیلی در پیش قدرت پروردگار یکون مشکلی نداره که مثلا ایمانم تجسیم ببخشه به یک شکل و صورت اندازش که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم را ببینه، هیچ اشکال نداره. در بعض روایات اومده است که حضرت صلی الله علیه و سلم میگه آب زمزم آوردن، با آب زمزم قلب مشستن، بعدا از همون ایمانی که در داخل تشت بود، در داخل تغاره پرش کردن، فغسل ثم حشی ثم اعید، بعد به مکانش برگرداندن. من میگه نگه داشتم پیغمبر، ندیدم که چی واقعا میشه. حضرت انس ابن مالک روایت میکند که بعدها وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه اومده بود، همو نشانه همو چاک دیده میشه در سر سینش. ببینی اگر شخصی را جراحی کنن، هزار نازکانه هم که جراحی کنن، البته یک ایز پای در بدنش میمونه. ما میگم میدیدیم همو خطا که از همی صغری نهر شروع میشید، از همی سوراخی و گودالی گردن تا قریب نوف میرسید تا نوف. حضرت صلی الله علیه و سلم بیان میکند ثم اوتیت بدابت دون البغل و فوق الحمار ابیض. یک چارپای را نزد ما آوردن، میگه سفید پوست، از خچیر خورتر اما از خر بزرگتر. خچیر جوانان نمیدونن چیه. زمانهای پیش برای آن که اسب هم قوت بارکشی داشته باشه و هم بدوه، عادتا خر اسب به همدیگر آمیخته میکردن، یعنی که عادتا خری نره در اسب ماده میپروندن. همون تویچه ای که اسب تولد میکرد او را میگن خچیر، که مثل اسب میتازه، مثل خر باربردار است. برای همون باربرداری و پربرداشتیش او خچیره میکردن. حضرت مولانا جامی میگه عیب مادر به در فرزند خلق خویش نه به وفقی پدر است. اگر فرزند موافق پدرش نباشه، رفتار و کردارش به پدرش موافقت نکنه، میگه عیب مادر شاید مادرش یگان نامعقولی کرده است. گوش استر که دراز است گواست، کشنه اسب است پدر بلکه خر است. استر یعنی خچیر گوشاش ای گوشای اسب درازتر ای، علم گوشاش میگه دلالت به این میکنه که ایرا پدرش خر ای، پدرش اسب نیست. همو حیوانی که آوردن میگه از خچیر قدش پستر بود اما از خر بلندتر.
سفید بود. از حضرت انس ابن مالک سوال کردند که تو را به خدا قسم همون براقی که ما قصه هاش شنیدیم همه حیوان است؟ گفت بله. و در حدیث دیگر که امام مسلم روایت کرده است، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه اوتیت بالبراق، براق میگه نزدم آوردن و هو دابة فوق الحمار و دون البغل طویل ابیض و براق میگه یک چهارپای بود که از خچیر خورتر، از خر بزرگتر، سفید بود، دراز بود، بسیار چابک و چالاک بود. یدع حافره عند منتهى طرفه، در هر کجایی که چشمش میرسید قدمش هم همونجا میرسید، به همین سرعت میگه حرکت میکرد. بالای براق میگه سوارم کردن. فرکبته حتی آتیت بیت المقدس، سوار شده میگه تا بیت المقدس آمدم. حضرت جبرئیل امین میگه رکابدارم بود، در پهلوم بود. سوال میافته که مگر حضرت جبرئیل علیه السلام قوتی نداشت که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نرم در آغوش بگیره و به هر جایی که لازم است برسونه؟ جبرئیل که 600 قنات داشت، با یک قنات 7 آسمان و زمین هم میتونست چپگردان کنه. آیا نمیتونست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش رو در آغوشش بگیره و ببره؟ البته میتونست، اما خداوند به خاطر تعظیم و تکریم پیغمبرش، به خاطر عزت پیغمبرش، ببینه چهارپای مخصوص فرستاد که سواره بیاید. یک شخص اگر احترام کنه کسی خونش ماشین میفرسته. امروز در همین زمان ما که با ماشین بگیرین حضرت بیارین، خدا را ببینه که تکریم پیغمبرش به جا آورد، برای پیغمبر مخصوص براق فرستاده است. و این براق در بعضی روایات اومده است که براق ها را، مقصد همه حیوانایی را مثل براق فقط محمد صلی الله علیه و سلم سواری نکرده است، بلکه خدای تعالی به خاطر تکریم پیغمبراش بعضا برای اونا براق مورد استفاده عطا میکرد. از جمله در بعضی روایات اومده است که وقتی که اسماعیل علیه السلام همراه مادرش هاجر از جانب پدر در حجاز آورده و در نزد همون خانه خدا، جایی که خانه خدا را بعد بنا کردن گذاشته شد، حضرت ابراهیم از بس که فرزندش به جگرش میسوخت، می آمد عادتا یک سال در یک بار خبرش میگرفت، در یک روز می آمد و با قفا میگشت میرفت. مسافه بین کنعان تا حرم حدی اقل 1000 کیلومتر است، حدی اقل، شاید زیادتر باشه. چه در یک روز میتونست که برای با قفا بگرده بیاید. در همینجا میگن که خدای تعالی براش براق عطا میکرد که سوار میشه، در یک روز می اومد و با قفا میگشت به جاش میرسید. خیلی روایت ها هم اومده است، اگر چنده ضعیفن روایت ها. خب قصه کوتاه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه به بیت المقدس رسیدم. در یک حلقه ای که عادتا پیغمبرها چهارپاهای خود در همون حلقچه میبستند که نگریزند، براق بستم و بعد میگه داخل مسجد شدم و در مسجد پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم صدر بدر پیامبرای خدا تمام ارواح پیامبرا را امامتی کردند. همه پیغمبرها از قفاش صف بسته و نماز خواندن. چی شرفی بزرگی، چی درجه بزرگی. حضرت میگه 2 رکعت نماز خواندیم. وقتی از در مسجد خارج میشدم، جبرئیل امین علیه السلام در دست میگه در یک کاسه خمر، در یک کاسه شیر آمد. من شیر اختیار کردم. میگه حضرت جبرئیل گفت اخترت الفطره انت علیها و امتک، تو فطرت خداشناسی را، فطرت بیداری را،
فطرت طاعت عبادت پروردگار اختیار کردی. تو نوش نعمت مستی دنیا را اختیار نکردی، تو و امتی تو. ببینید به اختیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم الحمدلله امروز مسلمان‌ها چنین میفخرند، چنین افتخار دارند. ما میگیم که ملت موحد تنها و تنها ما هستیم. چرا ما الحمدلله موحد ماندیم؟ چرا دشمنان در طول تاریخ هزار ساله اسلام نتوانستند که عقیده اکثر مسلمانای عالم دیگرگون کنند؟ زیرا پیامبر محبوب ما شیر اختیار کرد، فطرت اختیار کرد. از این خاطر ما محفوظ هستیم. خداوند حفظ میکنه دین ما را، قرآن ما را، ایمان ما را، ایقان ما را. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست. حضرت مولوی به یک افتخار میگه ما اصلا میگم فلکی ایم، شهر ما همونجا است، جوار رحمت پروردگار. ما انشاءالله سعی تلاش میکنیم که به همون وطن اصلی خود بر بگردیم. وقتی سخن در باره وطن میروه، وقتی میگن حب الوطن من الایمان، شما او را این وطن دنیاوی خیال نکنید. و حدیثی که حب الوطن من الایمان است حدیثی ضعیف وا هست. حتی بعضی از علما از جمله علی القاری خودمان این موضوع گفت، یعنی حدیث دروغی میگه. و وقتی که عارفا حب الوطن من الایمان گفته بیان میکنن، غرض مقصد شو این کلوخ و سنگای دنیا نیست، غرض مقصد شو وطن اصلی انسان است، جوار رحمت پروردگار ای، انمو فلک ای، جنت المأوا ای. خود ز فلک برتریم و از ملک افزون تریم، زنده چرا نگذریم، منزل ما کبریاست. بخت جوان یاری ما، دادن جان کاری ما، قافله سالاری ما، فخر جهان مصطفاست. چرا ما میگه از ملک بالا نشیم؟ چرا از فلک نگذریم؟ وقتی که پیشوا امام محمد صلی الله علیه و سلم است، از مه او مه شکافت، دیدن او بر نتافت، ماه چنین بخت یافت، او که کمینه گداست. ما اینه که مرتبه و منزله داریم، مرتبه و منزلت ما به پیشوامون است. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید ثم انطلق بجبریل حتی اتی السماء دنیا. حضرت جبریل ما را میگه مشایعت کرد، همراهش به سوی آسمان حرکت کردیم تا اینکه به آسمان دنیا رسیدیم. فاستفتح، در کفت. اخه من نمیدونم اوش صورت کفتن او در چی نو باشه، ای علم پروردگار ای. ما اخمو فقط کفتن نمیگیره و زنگی در زنگ زدن، اما چی نو است او در چی نو باز میشه، ای علم پروردگار ای. چیزی را که ما ندیدیم حتی تصورش کردن نمیتونیم. طلب کشایش کرد حضرت جبریل که در باز کنه. آسمان دنیا به صاحب نیست که کسی بخواه بگوید بروا، به صاحب داره، 12,000 ملک موکل داره. سوال کردن من هذا، کی از گفتن این صدا کننده؟ گفت جبریل. من گفت پیک خداوندی هستم، جبریل امین. گفتم و من معک، این رفیقت کی است؟ گفتن همراهت. تو تنها نیستی؟ کی هستی شریکت؟ گفت محمد صلی الله علیه و سلم. محمد 7 آسمان میشناسند، ملائکه 7 آسمان در آرزوی دیدارش هستند. گفتن وقت ارسل الیک، آیا با محمد صلی الله علیه و سلم اجازه بر اومدن شد همه از این شب معراج با خبر بدن؟ فقط ساعت چه نمیدونستن که کی است.
کی این ساعت فروخ دست میدهد، کی به لقای محمد صلی الله علیه و سلم مشرف میشوند. از همین به اونها آگاه بودن و اینو میدونستن که محمد صلی الله علیه و سلم میآید با قدوم خود 7 آسمان مزین منور میگردونه. حضرت جبرئیل گفت آره، در باز کردن میگه، گفتن مرحبا به فنعم المجیء جاء. خوش آمدی، گفتن ای پیغمبری فرخبای، چه شخصی بزرگی و مکان ما آمد، سر ما با آسمان ها رسید، با قدوم خود خانه ما را، آسمان ما را منور گردان. حضرت میگه فلما خلصتو فاذا آدم علیه السلام، وقتی که وارد شده، میگه وارد شدن از یک دنیا به دنیای دیگر بسیار مشکل است، از یک آسمان به آسمان دیگر. ببینید که همین دنیای ما، همین بالای زمین اتمسفر داره 7 قبط است، 7 قبط. بعضی سنگ های دهشتناکی که صدها هزار تانه وزن دارن، تا از همه 7 قبط میگذرن که یا خورد میشوند، مای دهک میشوند، به هیچ که ضررشون نمیرسه، یا اصلا آب میشوند، نمیرسن به زمین. قبط های ازان اسفیره داره، لیت اسفیره داره، بسیار است همین قبطاش، 7 قبط است. اگه شما تصور کنید که این آسمان دنیا را چی نو باشه، اتمسفر و احاطش. پیغمبر میگه فلما خلصتو، وقتی خلاص یافتم، وقتی گذاشتم همه این مشکلی ها را، دیدم که آدم علیه السلام ایستاده است. حضرت جبرئیل در میگه شناس مخر، گفت هذا ابوک آدم فسلم علیه، این پدرت آدم علیه السلام است، گفت سلامش بده. ما همین سنت پیغمبر و تمام پیغمبرها و سنتی را که جبرئیل علیه السلام و پیغمبر متعلم داده است، امروز افسوس که فراموش کرده ایم. بشینیم خطی یک برادر شب تا سحر از صحبت میکنیم، شرم داریم که بپرسیم که برادر تو کی هستی و نام تو چی است. و یک وقت میگن فلانی سلامت، گفت نامشان میگیرن، میگوی نمیشناسیمش، و میگن یا شب تا سحر خطی ششتی چقدر میشناسیش، ای خیلی فلانی را میگوی انا نو شناختیمش. ببینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه من فهمیدم، درک کردم که همین آدم علیه السلام است، زیرا صفت پیغمبران را رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانست. با وجود این حضرت جبرئیل که مهماندار من بود، گفت این آدم است علیه السلام، پدرت سلامش ده. امروز همون 2 عروس به همدیگر وا میخورن، ونیا و سنیا گفته به همدیگر در شناس میشوند. ما سنت پیغمبر خدا فراموش کردیم، همین قدر متکبریم، همین قدر مغرور هستیم. حضرت میگه که فسلمت علیه، سلامش دادم، فرد سلام ثم قال مرحبا بالابن صالح و النبی صالح. جواب سلام برگرداند و گفت خوش آمدی ای فرزند صالح، ای پیغمبر صالح خدا، ما با تو افتخار داریم، ما با امتی تو افتخار داریم. از بس که میگه وقت تنگ به در یک شب باید مهمانی پروردگار میرفتم و با زمین برمیگشتم، زیاد توقف کرده نتوانستم، میگه و همراه حضرت جبرئیل امین راه ما ادامه دادیم. ثم صعد بی حتی اتا السماء الثانیه، همراه پرواز کرد، میگه تا اینکه به آسمان دوم رسیدیم. فاستفتح، باز طلب کرد آسمان رو باز کنید. ببینید هر یک آسمان به خودش در داره، حلقه داره، پاسمان داره. بران در حلقه چند 7 آسمان زد، زیدانش لاف آنجا کی توان زد. پس بنده باید بندگی خود چکنه، بیچارگیش بدونه که در پیش علم پروردگار، در پیش صدق پروردگار، این مخلوقا با این دانش اندکشو هیچی نیستن. خدایی که از حلقه در 7 آسمانش در درست کرده است، آیا میسازه که در پیش او از دانش لاف بزنی که من علم داشتم، من دانش داشتم، من قرآن میدونستم؟ عیب است.
باید فقط عاجزی و بیچارگی تا بدونی در پیش صدق خدا، زیرا همون دانشی هم که داری همون هم از پروردگار است. اگر خدا نخواسته باشه همه علم در یک لحظه فراموش میکنی، یا تمام عمر جان میکنی، یا صحیفه از یاد کردن نمیتونی. همه علم هم عطای پروردگار است، نور است که خدای تعالی در قلبها او را می اندازد. طلب کرد گفتن را باز کنه. گفتن من هذا، تو کی هستی؟ کی است که صدا میکنه؟ گفت جبریل علیه السلام. گفتم و من معک. خب برای جبریل گفتن اجازه هست پروپوس داره، اما همراهی تو کیه؟ او اجازه دارد؟ در حدیث ها اومده است وقتی که شخص از دنیا میگذره روح او را به آسمان میبردارن ملائکه ها. اگر شخصی صالح باشد، مؤمن باشد، خدا ترس باشد، به امر پروردگار در هنگام سکرات ملائکه های رحمت نزدش نزول میکنند، همراهشو کفن از جنت میارن، عطر جنتی میارن. وقتی که او شخص جان داد، روح در دست ملک الموت آمد، حضرت جبریل یک طرفت العین در دست حضرت ملک الموت میمونم یک لحظه و بعد در دست این ملائکه تسلیمش میکنن. اینا میگیرنش در کفن جنتی میپیچوننش، از عطر جنتی خوشبوش میکنن، بعد میگیرن به آسمان خروج میکنن. آسمان دنیا در که اومدن میپرسن ای کی است؟ میگم فلان پسر فلان و بهترین نماش. از بس که اجازه دارد در باز میکنن، همیشه تا هفتم آسمان هم میبرنش، زیر عرش الهی قرار میگیره. خداوند امر میکنه اکتبوا کتاب عبدی فی علیین و اعیدوه الی الارض فانی منها خلقتهم و فیها اعیدهم و منها اخرجهم تارة اخرى. خداوند میگه که نامش در علیین بنویسه، این اهل جنت است، اما باز بگردونینش و زمین برینش، زیرا که من انسان از خاک خلق کردم، به خاک باز میگردونمش، با فرد روز قیامت از خاک قایمش میکنم. اما اگر فاسق و فاجر باشه، وقتی که حضرت ملک الموت چنگ میزنه او را میبره از داخلش، از داخل جسم بدن میفشارش، بعدا در دست ملائکه های عذاب تسلیمش میکنن. ملائکه هایی که همراهشون مسح بردین، یک لطهی که از خور دیده، مقصد که درشتر است، در همون میپیچوننش. بدبو وقتی که همراهش صعود میکنن تا نزد آسمان دنیا میآیند، میپرسن کی است؟ میگن فلانی پسر فلانی و بدترین نام ها. در بروش باز نمیکنن، از در آسمان دنیا گذشته نمیموننش. بعد پیغمبر وقتی همین حدیث کرد، آیه قرآنی را خواند برای امت: استعیذ بالله لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يليج الجمل في سم الخياط. صدق الله العظیم. پیغمبر گفت دری آسمان برای اینا باز نمی شود، اینا داخل جنت نمی گردن تا زمانی که شتر از پلشک سوزا نگذرن. من امکان ندارم، محال است که اینا داخل جنت شود. از همین خاطر در هر آسمان موکلا هستند، هر کس نمیگذارن، و کسایی که رخصتنامه ندارن نمیمونن شو بالا بروین. پرسیدن این جوانی که همراهی تو است، از نورش تمام آسمان ها مزین و منور گشته است، کی است؟ گفت محمد صلی الله علیه و سلم، فخر عالمیان. گفتم وقت ارسل الیه، آیا اجازه اومدنش هست؟ حضرت جبریل گفت بله. میگه در آسمان باز کردن، خوش آمدین کردن که مرحبا به فنعم المجیء جاء، خوش آمدی ای پیغمبری بزرگ خدا، کاشانه ما را منور کردی. حضرت میگه فاذا خلصت فلما خلصت فاذا یحیی و عیسی علیه السلام.
برآمده میگه آسمان دیدم که حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام ششتیم یک جا و هم ابن الخالتی. حضرت یحیی و عیسی پیغمبر میگه پسر خاله هم. اصلا یحیی علیه السلام با مریم مادر حضرت عیسی پسر خاله های، اما از بس که عیسی هم که فرزند مریم است، از همین خاطر پیغمبر پسر خاله شو گفت. پسر خاله نگفته، پسر خاله گفت. حضرت جبریل میگه درو شناس میکرد، گفت این یحیی و عیسی علیه السلام هستن، بر اونا سلام ته. سلام داد و میگن جواب سلام اگر دادن، گفتن مرحبا بالاخی صالح و نبی صالح. خوش آمدی ای پیغمبر صالح و ای برادر صالح ما. از اوجا میگه عزم سفر کردیم به سوی آسمان سیوم. قصه کوتاه با آسمان سیوم هم رفته، میگه همون پراتسیدور بود دوام داشت. سوال کردن کی هستی؟ گفت جبریل. گفتن این جوانی همراهت کی است؟ گفت محمد صلی الله علیه و سلم. خوش آمده کردن، در باز کردن، مشایعت میکردن. وقتی میگه در آسمان سیوم قایم شدم، دیدم حضرت یوسف علیه السلام، یوسف زیبا. در بعضی قصه ها اومده است که خداوند نیم حسن به یوسف علیه السلام داده است، اما تمام محققای ما میگن که محمد صلی الله علیه و سلم از یوسف زیباتر بود. پیغمبر ما از یوسف زیباتر است. ببینه حضرت یوسف میگه ایستاده بود، در رو شناسش کرد، گفت این یوسف است برادرت، سلامش ده. میگه سلام عرض کردم. حضرت یوسف هم جوابی سلام اگر داد، گفت مرحبا بالاخی صالح و نبی صالح. خوش آمدی ای برادری صالح من و ای پیامبری صالح، پیامبری صالح خدا. چند میگه با حضرت یوسف علیه السلام ماندیم، بعدا سفر دوام دادیم. و آسمان چهارم وقتی که میگه رسیدیم، حضرت جبریل با طلب کشایش کرد. باز صدا شد من هذا، کیست کوبنده؟ گفت جبریل. گفتن من معک، کیست همراهت؟ گفت محمد صلی الله علیه و سلم. ببینید یگانجا حضرت جبریل حق نداره دعوا کنه که چی قدر میپرسی، مگر ما را نمیشناسی؟ زیرا امر پروردگار هر بار باید پرسیده شود. در باز کردن میگه خوش آمدی مو کردن. وارد شدیم، دیده میگه حضرت ادریس علیه السلام در آسمان چهارم قرار داره. در بعضی اخبار اومده است که حضرت ادریس در داخل جنت است، اما در اینجا در حدیث صحیح متفق علیه اومده است پیغمبر میگه ادریس علیه السلام در آسمان چهارم ملاقات شد. علامه بدرالدین عینی، یکی از بزرگترین شارح‌های بخاری، بیان میکنه که من از مشایخ خود شنیده میگه که اصلا حضرت ادریس در جنت هست، اما وقتی که از خدوم محمد صلی الله علیه و سلم به آسمان با خبر شد، همه آرزوی دیدار محمد داشتند. پیش خدای تعالی التجا کرد، گفت پروردگارا میسر بگردون که من برادر محمد صلی الله علیه و سلم ببینم، زیارتش کنم، خوش آمدیش بگم. از این خاطر خدای تعالی میگه ادریس علیه السلام با آسمان چهارم برداشت. باز میگه حضرت جبریل تاکید کرد که برادرت ادریس است و او سلام عرض کرد. سلام گفته میگه ردی سلام کرد، خوش آمدیم کرد که خوش آمدی ای برادری صالح و ای پیغمبر صالح خدا. بعدا میگه سفرمون ادامه دادیم، آسمان پنجم رفتیم. در آسمان پنجم هم همون سوال و جواب ها شد. بعدا با خوشباش میگه قبول میکردن. فلما خلصت فاذا هارون علیه السلام. برآمدم که حضرت هارون علیه السلام مسکون آسمان پنجم بود است، برادر حضرت موسی. گفت این هارون است برادرت است، با او سلام ده. حضرت جبریل گفت
در حال میگه سلامش دادم، جواب سلام گردان، خوش آمدی کرد. مرحبا بالاخی صالح و نبی صالح، خوش آمدی ای برادر صالح من، ای پیغمبر صالح خدا. بعد میگه سفر کردیم، راه ما دوام دادیم تا اینکه به آسمان ششم رسیدیم. باز میگه بعد سؤال و جواب و بعد استقبال و قبول بالا شدیم که حضرت موسی علیه السلام در آسمان ششم است. جای حضرت موسی آسمان ششم بوده است. در آن میگه شناسم کرد، اگر چند پیغمبر میشناختش. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم صفت موسی را یهودی ها میپرسیدن، همچنان صفتشون میکرد که در تورات خیلی نازکی و با او دقیقی ناومده است. صفت حضرت موسی در انجیل ناومده است. اما با وجود این میگه حضرت جبریل گفت هذا موسی فسلم علیه، این برادرت موسی است، بر او سلام ده. سلام داد و میگه پاسخ گفت خوش آمدیم کرد. فلما تجاوزت بکا، وقتی از پهلوی حضرت موسی میگذشتم گریست حضرت موسی. ملائکه ها پرسیدنش که یا رسول الله ما یبکیک، ای پیغمبر خدا گفتم چی چیز تو را گریان کرد؟ سبب گریه ای تو چی است؟ حضرت گفت ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخل من امتی. گفت سبب گریه من آن است که همین جوان زیبا برادر محمد صلی الله علیه و سلم چندین هزار سال بعد از من و پیغمبری مبعوث شده است، اما با جنت از امت او 100 چندان زیادتر وارد میگردن نسبت بنی اسرائیل. یعنی شماره جنتی ها از امت محمد صلی الله علیه و سلم به مراتب از بنی اسرائیل که امت من هستند زیادتر است. گریه حضرت موسی برای حسد نیست، گریه حضرت موسی به حال بنی اسرائیل است که این قوم لجوج احمق اگرچند که حضرت موسی از چی بلاها نجات شد، چی معجزه هاشون نشان داد، اگرچند که بر روایت ها اومده است که نصف پیغمبرای خدا از بنی اسرائیل هستند، خدای تعالی اینقدر فضیلت شده است، اینقدر پیغمبر برای اینا فرستاده است، با وجود این شمارش در جنت اندک است. با کفر رفتن، راه حق ترک کردن، بلا لجاجت و گمراهی پیرو شیطان شدن تا روز قیامت. ببینه در پهلوی ایمان، در پهلوی اسلام، یعنی در مقابلش یهود ایستاده است. یهود تا قیامت عمل شیطان هم میکنه، از لشکرهای شیطان است. به همین خاطر حضرت موسی گریان شد. گریه حضرت موسی به همین خاطر بود. ثم صعد بی الى السماء السابعه، بعدا میگه حضرت جبریل با من به آسمان هفتم عروج کرد، آسمان آخران. فاستفتح، طلب کرد که در باز کنند. قیل من هذا، سؤالش کردن کی هستی تو؟ گفت جبریل. قیل و من معک، باز سؤال شد همراهت کی است؟ گفت محمد صلی الله علیه و سلم. در آسمان باز کردن، خوش آمده کردن. میگه وقتی که واردی آسمان شدیم دیدم میگه ابراهیم علیه السلام پدر امت موحد در آسمان هفتم مسکن داره. در حضرت جبریل میگه آشنا کرد، گفت هذا ابوک، این پدرت است. گفت یا محمد فسلم علیه، سلامش ده. حضرت میگه با یک تواضع خاکساری آنچنانه که فرزند با پدری خود سلام میده سلام گفتم. حضرت ابراهیم هم میگه با آغوش گرم استقبالم کرد، جواب سلام داد، گفت مرحبا بالابن صالح و نبی صالح، خوش آمدی ای فرزند صالح من، ای پیغمبر صالح خدا، ای کسی که آیین موحدی مرا زنده داشتی. اگر تو نمیبودی، اگر امتی تو نمیشد، امروز او کسایی که خدا فرزندای ابراهیم میخوانند در جهالت و گمراهی قرار داشتند.
تو هستی که همراه امتت دین موحدان، دین ابراهیم خلیل علیه السلام زنده داشتی. خب ببینه 7 آسمان بیان کردیم که در کدام آسمان کدام پیغمبر است. از همه روایت صحیح‌تر همین روایتی است که من گفتم، روایتی که متفق علیه است. خب یا بار دیگه تکرار کنیم بیده خاطر تو بمونه، مخصوصا که اینجا جوانان زیاد است. غرض از شنیدن امر معروف فقط لذت بردن یا لحظه اینه نیست، غرض آن است که چیزی شنیده مونه ببریم به فرزندا، به اهل بیت، به یار و رفقا برسونیم تا اینکه صاحب علم باشن، چیزی حاصل کنیم. خب در آسمان اول آدم علیه السلام بوده است، در آسمان دوم یحیی و عیسی علیهم السلام سکونت داشتند، در آسمان سوم حضرت یوسف علیه السلام بود، در آسمان چهارم ادریس علیه السلام، در آسمان پنجم محمد صلی الله علیه و سلم با هارون علیه السلام ملاقات کرد، آسمان ششم مسکن موسی علیه السلام بود است و نهایت در آسمان هفتم حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام بود است. 7 آسمان خلاص شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ثم رفعت الى سدرة المنتهى، بعدا به سوی سدرة المنتهى. سدرة المنتهى درخت است، سدره اصلا درخت است. چرا سدرة المنتهى میگن؟ زیرا انتهاش زیر عرش خداوندی است. با سدرة المنتهى میگن عروج کردیم. بعضی بزرگان میگن سدرة المنتهى درخت است که ریشش در آسمان اول است، شاخ و برگاش در زیر عرش در آسمان هفتم. اما بعضی دیگر میگن نه، سدرة المنتهى را ریشش در همون آسمان هفتم است، شاخ و برگاش تا زیر عرش خداوند میرسد. سدرة المنتهى را چی بودن و چی نبودن شما نمیدونید، همون مقداری که از اخبار پیامبر صادق به ما رسیده است همون را بیان میکنیم، اما از بس که چیزی را که ندیده ایم او را به چیز قیاس کرده نمیشه و از مثلا اشیای دنیا از همین خاطر عقل ما عاجز است از دانستن درک کردنش. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه میکنه که فاذا نبیقها مثل قلال حجر، میوه ها شدیده میگه هر یک میوه داره مثل خمهای حجر. این حجر نام یک موضع است، در اون موضع قبیله زندگی میکرد که با ساختن خم معروف بود. خمش همون خمبه میگیم، چی میگیم خودمون؟ یعنی همون کوزه های بسیار کلان که در اون کوزه ها بعضا آرد میگرفتن، بعضا مثلا یکون نوشابه میگیرن یا یکون چیزی دیگر میگیرن، خلال همون را میگیرن یا برای گرفتن ظرف، برای گرفتن آب است، بسیار کلان. هر یک میوه داشت که برابر همون خمها، شاید اون خم 100 لیتر ببرن، کی بدونه، شاید 100 لیتر ببرن بشکای خدمواری. و اذا ورقها مثل آذان الفیل، ورقهای پهمی آویزان داشت میگه، مثل گوشی فیل. گوشای فیل دیده چه کلان پهمی آویزان. اما برگای درختی سدرة المنتهى میگه همین شکل است. در بعضی روایات اومده است که در سدرة المنتهى اوقدر حشرات زیبا ششتگیان با زیور مثل طلا و مثل الماس درخشان که همیشه همون درخت منور است. در بعضی اومده است که در هر یک شاخ سدرة المنتهى صدها هزار ملائکه خدا نشسته است و به ذکر خدا مشغول هستند، ذکر خدا را میکنند، یاد خدا و تسبیح خدا را میگویند. به هر وجه حضرت جبرئیل گفت هذه سدرة المنتهى، گفت یا محمد علیک الصلاة و السلام همون سدرة المنتهایی که در قرآن یعنی من برات وحی می آوردم، سدرة المنتهایی که به دیگه پیغمبران وحی من می آمد انمین است. و چشم ببین فاذا 4 انهار، نهران باطنان و نهران ظاهران. دیده میگه که 4 نهر است، از همون بالا 4 نهر نمودار بود.
دو نهرش نهر داخلی، دو نهر خارجی. فقلت ما هذان یا جبریل، میگه سوال کردم که ای جبریل این چی نهر هستند؟ این کدام نهرها هستند؟ حضرت گفت اما الباطنان فنهران فی الجنه، این دو نهری که در باطن هستند گفت اینا نهرهای جنتند که یکیش سلسبیل است دیگرش کوثر. و اما ظاهران فنیل و الفرات، او دو تا یکی ظاهر هستند، یکیش نیل است دیگرش فرات. در این مسئله علما به حد بحث کردیم، بحث به حد علمی است که حوزی اگر گپ زنیم باور کنه وقت مگذره و شما چیزی حاصل نمیکنه. علم این را به خدا حواله میکنیم، اگر این کار کنیم بهتر است. یعنی خداوند خودش میدونه که مراد از اون نیلی که میگن نهر خارجی است، یکی نیل دیگری فرات چی است؟ آیا همین نیل و فراته که در روی زمین هستند همیا هستند و مبدأ و سرمنشأش از اونجا است، یا که شاید نهرهای اصلی در اونجا هستند، اینا سایه همون نهرها هستند؟ خداوند خودش میدونه. شاید به خاطر همون دو نهر، این دو نهری که در زمین هستند، یکیش درازترین نهر روی زمین است، یکی از همه شیرین‌ترین نهرها است، آب بسیار گوارا داره، به یاد به خاطر همون دو نهر نامیده شدند. در این موضوع بحث و مباحثه علما به نهایت زیاد است. از همین خاطر میگیم الله اعلم بالصواب، خداوند خودش داناتر است. زیرا از دانستن و ندانستن یا در ایمان ما نه چیز زیاد میشود و نه چیز کم میگردد. ثم رفع علی البیت المعمور، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه بعداً بیت المعمور را به من نشان دادن. ببینیم ما در روی زمین کعبه داریم، جایی که خانه خدا یاد می شود، جایی که از برای طواف و زیارتش هر سال حاجی ها، نه فقط هر سال بلکه در طول سال همیشه از تمام گوشه و کنار دنیا به خاطر زیارت و طوافش حاجی ها سفر میکنند و مشقت میکشند و میروند. بیت المعمور کعبه ملائکه هاست، کعبه آسمان هاست. در خبر اومده است که هر روز 70,000 ملائکه داخلش می شوند. هیچ کنه بدونه که او کجا می شوند. با 70,000 دیگر روز دیگر داخل می شوند. و این عدد 70,000 یک عددی نسبی است. وقتی که پیغمبر می خواهد چیزی را شماره زیاد بیان کنه، برای ما بیان کنه که مثلا شماره به نهایت زیاد، عادتا عددی 40 یا 70 یا 40,000 یا 70,000 را میگه. یعنی این دلالت به زیادتی میکنه. شاید 70,000 و 70 میلیون بدروید، کی میدونه؟ و همین حد کلام بدست. بیت المعمور قبله فرشته ها، کعبه فرشته ها، یعنی به خاطر عبادت میروند. بیت المعمور را میگه به من نشان دادن. ثم اوتیت باناء من خمر و اناء من لبن و اناء من عسل. باز میگه ببینید در روایت صحیح دو بار اومده است. یک بار در بیت المقدس نزد میگه یک کاسه خمر آوردن، یک کاسه شیر و یک کاسه عسل. بار دیگه میگه در نزد بیت المعمور در آسمان هفتم در نزد سدرة المنتهی آوردن، میگه 3 کاسه نزدم. گفتن یکیش اختیار که اختیار داری. حضرت میگه فاخذت اللبن، من شیر اختیار کردم. باز میگه شیر اختیار کردم. حضرت گفت هی الفطره، ای محمد مبارک با طرای فطرت است، این خداشناسی است، این موحدی است، این عقبا را بر دنیا ترجیح دادن است. انت علیها و امتک، که تو و امت تو فطرت، یعنی فطرت خداشناسی را اختیار کرده ای. خشا به حالت. ثم فرضت علی الصلوات، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بعداً بر من نمازها فرض گردانده شد. 50 صلاة کل یوم، 50 نماز در یک شبانه روز، 50 نماز در یک شبانه روز.
میگه من وقتم خوش شد که خدای تعالی باور کرد بر ما 50 نماز گذاشته است بر امتی من، این قدر ثوابی که یا حاصل میکنند. شادان میگه بازگشتم فمررت علی موسی، از پیش حضرت موسی میگذشتم. حضرت میگه منعم کرد، سوال کرد که ای برادر بما امرت، خداوند به تو چی امر کرد از عبادات؟ میگه گفتم یا موسی 50 نماز در یک شبانه روز خدا به ما باور کرد، اعتقاد کرد. ببین به امتی تو بنی اسرائیل 2 نماز در یک شبانه روز فرض گردانده بود، بر ما 50 نماز داد. حضرت موسی گفت این امتک لا تستطیع 50 صلاة کل یوم. ای محمد گفت محمد جان این امتی تو در یک شبانه روز 50 نماز خوانده نمیتونند. اینی والله جربت الناس و عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجه. قسم به خدا گفت من این مردم آزمون کرده گیام، همه خانه سوخته بنی اسرائیل همراه شو اینقدر دعوا و جنجالام شده است. سری چندین سرکش اصلش جدا کردم اما با کله نمیگیرن. اذهب و ارجع الی ربک فاسأله تخفیف لامتک. برگرد گفت پیش پروردگار سوال که از خدا طلب تو که خدای تعالی کم کنش که امتی تو قدرت ندارن. همین قدر میگه گفت که من میگه در شبهه غلطیدم که نبوده که امتی من زورشونه رسه و 50 نماز ترک کنن مستحق غضب خدای بزرگ شوند. از این خاطر میگه بازگشتم پیش پروردگار که خداوند همه را شمارش کمتر کرد. فوضع عنی 10. حضرت خداوندی میگه 10 تاش کم کرد، گفت این برای 40 تا. خسرد آمده میگه که یکی از برای 10 تاش کم شده است. حضرت موسی با کرد و دکو میگه یا محمد بگر که 40 نماز نمیخونه ای امتی تا. باز میگه پیش خداوند اومدم به گردن کج 12 دیگه شا کم کرد 30 تا شد. آمده میگه که حضرت موسی در راه ایستاده است، گفت ای محمد بگر که ای امتی تا قدرت نداره به 30 نماز. من این مردم خوب میدانم، خوب شناختم شد. باز میگه گشتم اومدم 20 تاش کرد. آمدم حضرت موسی اصرار ورزید، گفت من قسم به خدا به خاطر خودت میگم، برای منفعتی خودت میگم برگرد. آمده میگه 10 تاش کرد. حضرت موسی دست بردار نبود، ای حبیبی خدا ای محمد برگرد، هنوز دیر نشده است، امکان داری التماس کن. پیش خداوند رفته، بعد میگه گفت یا محمد 5 نماز در عوض همین 5 نماز ثواب 50 نماز به امت میتم. راضی هستی؟ حضرت صلی الله علیه و سلم میگه یک خشنود پران اومدم که حضرت موسی ایستاده است. گفت بما امرت یا محمد، ای محمد چی امر کرد خدا؟ میگه گفتم 5 نمازک. رحمتی کلام بر تو خداوند رحمتت کنه که با پافشاری تو 50 نماز 5 تشید با ثواب 50 نماز با ما میتم. باز گفت برگرد گفت ای امتی تو 5 نماز نمیخونه. من این مردم جاهی نمیدانم چی مردمان، این مردم کثافت خدی میگه من دست به گریبان زیاد کردم، سالیانی طولانی خدیش رو زندگی کردم. برگرد التماس که کمش کنه. حضرت گفت سألت ربی حتی استحییت. گفت یا موسی ای برادر جان همین قدر التماسش کردم دیگه من شرم میدارم. نخواه 5 نماز بخونیم در یک شبانه روزه که 24 ساعت است، در عوض ثواب 50 نماز با ما بکنه. ما از امتی من کسی نیست شود که همین نعمت خدای تعالی را قدر شناسی نکنه. اون که گفت در یک شبانه روز 50 نماز در خشش نمیتن امتی من مسکون شود. از این خاطر برادر عزیز، کسی که دعوای امتی محمد میکنه، کسی که محبت محمد در دل داره صدقاً، این 5 نماز فریضه الهی است، این 5 نماز هدیه محمد است برای ما شما. 80 درصد تو بگیره نماز از این کمتر نمیشود. وای به حال کسی که از این 5 نماز 1 نماز ترک میکنه.
که مستحقی غضب و عذاب خدا میگرده، زیرا مرتکب گناه کبیره میشود. شما تصور کنید همین زنا کردن گناه کبیره است، شراب نوشیدن گناه کبیره است، علمی نماز نخواندن گناه کبیره است، در پهلوی انبیا است. افسوس که وقت تمام شد. انشاءالله صحبت ما هم تونستیم که این دفعه پایان رسونیم. من یاد دارم که سالیان پیش در یک ساعت بود نمیکردیم، در همین موضع در همین حالت سخن را به پایان میرسانیم و دست به دعا میبرداریم. پروردگارا در این روزی که روز اجابت دعاست، در این ساعتی که درهای آسمانهای تو برای بندگانت باز است و دعای بندگان اجابت می شود در نزدت، خدای خداوند و به امت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان کامل ارزانی دار، غیرتشان بده، ناموس ننگ اسلامی را براشان ده، تا لااقل همین 5 نماز را که فریضه ایتست و این 5 نماز را که با پافشاری های حضرت موسی با میان روی ها و التجاهای محمد صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است، هرگز ضایع نگذارم. 5 نماز به وقت در مساجد انجام دهم و خدای خداوند این نمازها را فردا روز قیامت توشه آخرت مان گردان، چراغ و نور گردان که قیامت تاریکی بالای پل صراط از برای ما منور روشن گرداند و کلید جنت رخصت از برای وارد شدن به جنت المأوا از برای ما قرار ده. پروردگارا وقتی که ما نماز میخوانیم طلب مغفرت از برای خود، از برای پدر و مادر خود، از برای جمیع مسلمانان امتان محمد صلی الله علیه و سلم میکنیم. خدایا این دعاهای ما را به درگاهت مقبول و قبول گردان و پروردگارا امت محمد صلی الله علیه و سلم اونایی را که در قید حیات نیستند امروز از طاعات عبادات محروم ماندند.